پس از حمد الله و صلوات و درود به پایان و امام مجاهدین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و اهل بیتش و اصحاب کرامش، اما بعد در این ثانیه های پرقیمت میخواستم سرگذشت یکی از ستاره های اسلام را که تا قیام قیامت نورافشان است در آسمان اسلام برایتان قصه کنم. شاید برای اهل فهم درس و عبرت باشد و توفیق الله که این هم مصعب ابن عمیر است. مصعب کی بود؟ پس دقت ده ای جوان مسلمان و درس گیر از حیات این قهرمان. مصعب صحابه بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اولین سفیر اسلام بود. زمان تیر هدایت به قلبش زد و طمع از مزه ایمان را چشید. دنیا برایش چنان بی ارزش شد که دینش را ترجیح به زینت‌های دنیا داد. جوانی بود زیبا، خوشقد و قامت، که دخترهای مکه آرزوی همسر شدن را میکردند و لباسهای قیمت و زیبا، عطرهای گوناگون استفاده میکرد. زمان ایمان آورد و خدمت به دین را ادامه داد. از بحر هر چیزی گذر کرد و زیاد امتحانها به سرش هجوم کرد، اما آن هم کوهی بود که در راهش استقامت را دوام میداد. پس از یک حیات پر از امتحان و خدمت در دین، روز رسول الله صلی الله علیه و سلم و مصعب زیبای مکه نظر کرد و دید موی سرش پر از خاک و پوست بدنش در آفتاب سوختگی و پروایی ندارد. تنها آرزویش خدمت به دین است و رسول الله صلی الله علیه و سلم گریان شد و گفت: ای مصعب، ایمان اینقدر به تو تأثیر کرده است که از بحر هر چیزی گذشتی. رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد دوستش می داشت مصعب زیبا را. سبحان الله، کاش بین ما مصعب های می بود. کاش ما نیز در فکر خدمت دینمون می بودیم تا روز قیامت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را نیز مثل مصعب دوست می داشت. کاشک ها زیاد است، اما باز هم می گویم زیرا قلبم پر است. جنگ احد یک جنگ بود که برای صحابه امتحان بود و در این جنگ زیاد صحابه ها به شهادت رسیدند و حتی شخصا رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز جراحتی برداشتند که دندان مبارکشان مجروح شد. جنگ ادامه یافت و تک تک صحابه ها از بحر جانهایشان می گذشتند تا از رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایت کنند. تنها ابن عبیدالله که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم جان فدایی میکرد، عبیده ابن جراح با دندانهایش زیره پیامبر را صلی الله علیه و سلم را باز میکرد. پس از زخم برداشتنش نصیبه زنی از صحابی بزرگوار تیر میپرتافت به سوی مشرکین. ابوبکر صدیق که پیامبر را به آن حالت دیده بود، دنیا برایش تاریک گشته بود و مثل شیر و دشمن هجوم میکرد. فاطمه ابن محمد صلی الله علیه و سلم که با همسرش علی خونهای پدرش را که علی آب میریخت و فاطمه تمیز میکرد. سبحان الله، چه صحنه، چه درس، چه جان فدایی. قهرمان ما کجاست؟ قهرمان ما مصعب در چه حال بود؟ پس همراه به سوی او میرویم و میبینیم یک جوان در دست پرچم اسلام و چنان با غیرت و جرأت حمله میکرد و شمشیر میزد. با دشمن مثل رعد و برق خوب مشاهده میکردیم. آن هم همان مصعب است که برای دینش از بحر هر چیزی گذشت. خوشا به حالت ای یار و غمخوار محمد صلی الله علیه و سلم. مصعب، بله، همان مصعب می جنگد و شر دشمن را از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور میکرد و حتی آماده بود که تیکه تیکه شود، اما خاری به رسول الله صلی الله علیه و سلم تأثیر نکند. چه عجب یارانی داشتی یا رسول الله. مصعب می جنگید و یقین داشت که دیواری است بین مشرکین و پیامبر صلی الله علیه و سلم و به این خاطر مسئولیت را خوب درک کرده بود. چنان می جنگید خود با تنهایی مثل یک لشکر در مقابل یک لشکر. ناگهان سواری از مشرکین از پهلوی مصعب نامردانه حمله کرد و با مصعب قهرمان ما ضربه وارد کرد که دستش
از کیف قطع شد و آن مشرک فکر کرد کاری مصعب تمام شد، اما نه، این چنین نیست. سبحان الله، مصعب پرچم را با دست دیگرش حمل کرد و مبارزه را دوام داد. مشرکین تعجب کردند از این قهرمانی، ولی جای تعجب هست. باز حمله کردند و از طرف دیگر دست مصعب را قطع کردند. مصعب زیبای ما با خاک و خون مبدل شد، اما مهر الله و رسولش قلب مصعب را پر کرده بود. بدن نیمجان و به دست مصعب تسلیم را نمی شناخت و با سینه هایش پرچم را حمل کرد و دید که الکی زمان شهادت رسیده است و رویش را به زمین پرتافت و گویا می گفت که حتی جسدی به جانم نیز طاقت آزار رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندارد. گویان و شهادت رسید. این شعر الله، این لله و این الیه راجعون. بله عزیزم، از شنیدن این سرگذشت تاریخ اشکهایت را پاک کن و برنامه ریزی کن در دین الله تا دیگران نیز برای ما اشک ریزند. بله، مصعب خدمت خود را کرد و نامش تا قیامت زنده است. ما نیز باید کاری کنیم تا روز قیامت با مصعب حشر شویم باذن الله. ای برادران عزیزم، این دین نیاز به من و تو ندارد، ما نیاز به این دین داریم. پس جان فدایی های باید کرد. برادران شهید ما جان دادند، خون ریختند در این راه و این پرچم توحید را با خونهایشان بالا کرده و دست ما دادند. یا ما راه شهدا را دوام داده این پرچم را بالا میکنیم، از دستانمان خون میچکد یا رهایش میکنیم و باقی حیاتمان را به ذلت میگذرانیم که به الله پناه میبریم. به دست ماند اما بیرق را به زمین نگذاشت. حمایه از دین الله و رسولش کرد. کجایند مردان ما که امروز حمایه از دین کنند؟ کجایند که بیرق افتاده توحید را بردارند؟ کجایند مصعب صفتهای ما؟ کجایند پدران و مادران ما که فرزندهایشان را در راه الله تربیت کنند اما از پشت دنیا روانند؟ واقعا این دنیا چاهی هست که تو را به درون خود می افتاند. قین است از آن چاه خود را نجات دادن، پس ناافتیده خود را نجات ده. این دنیا ارزش ندارد. یک بار دنیا را از درون سنگر و از چشم مجاهد نظر بکن، مثل یک پرتابگاه میبینی. امروز شما از پشت این پرتابگاه میدوید. باور کن حقیقت است. فکر کن هر روزت یک روز است. صبح بر وقت خیستن از پشت کار دنیایی تا بیگاه و از کار به خانه آمدن خواب تا فردا سحر. هر روز کارخانه. این روز شما. اما این راه الله پر از معجزه های هست، پر از راه های گوناگون. سنگر جای تماشای مجاهد است. الحمدلله. ای کاش از چشم مجاهدی نظر کنید این دنیا را. ای کاش پدران و مادران ما شیرهای درون میدان تربیت کنند. ای کاش. به یاد آرم شهادت را، لبم پر خنده می گردد. به یاد آرم سنگر را، من چشمم پر اشک می گردد. همه رفتند از کناری من، در این صحرا منی تنها. کجا هستید برادرها؟ کجا هستید برادرها؟ جلیبیب شب و روز شعر خوان و شعر گوی، از شهدای شام و عراق، خراسان و موصول بگو. شب و روز بگویی برای آن شعرهای الله کم است. جلیبیب شبها خواب نرو، قصه های آنها را بگوی. ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي.